از خدا بترسین، از رب العالمین بترسین. این کار حرام است و ناجایز. و گاهی مادر بچه با سختگیری های بیجای سرنوشت بچه را خراب می کند. مادر بچه دنبال دختری می گردند که شرایط مادر بچه را داشته باشد، نه بچه. این سیاست خودش شرایط دارد، باید این شرایط این سیاست برآورده شود. مثل این است که مادر بچه میخواد برای خود زن بگیرد، نه برای بچهش، دور از رویتان. و گاهی خانواده بچه چنان سخت میگیرد خانواده بچه میگویند تا زمانی که تمام مصارف را پورا نکرده باشیم ما برای بچه خود ازدواج نمی کنیم. این مصارفی که در ذهن سیاسرها است والله اگر تا قیامت هم کسی بتواند پورا بکند. مصارف بسیار هنگفت هتل با مینوی غذایی بسیار پرهزینه، مصارف پرهزینه برای گرفتن انواع و اقسام لباس، مصارف تخت جمی، مصارف شب خینه، مصارف تخت خینه، مصارف خشخوری، مصارف پاینداز، مصارف سالن آرایش، کرایه گلپوش و نمیدانم و فلان و غیره. همه اینها عزیزان و بزرگواران موانع ازدواج شدند. اینها موانعی است که بسیاری از دخترها الان در خانه‌هایشان نشستند و بسیاری از جوانان کمرشان شکسته است و به اروپا سرازیر هستند و به کشورهای غربی. بله عزیزان من، بسیاری از پدران و مادران سبب ماندن دخترانشان در خانه پدر و مادر شده است. دختر در خانه نشسته است، سنش روز به روز بالا می رود، اما شرایط کسانی که به خواستگاری میان، شرایط مادر دختر پوره نمی شود، شرایط پدر دختر پوره نمی شود. از خدا بترس. تو را چی با این شرایط دخترت میخواهد با او زندگی بکند؟ والله دخترت با یک فرد دیندار و با اخلاق بسیار خوشبخت خواهد بود، با یک مرد سرمایه‌داری که قبله را نمیشناسد، مسجد را هم ندیده است و نه از دین خبر دارد و نه از ایمان و نه از اخلاق، ولی مال و دارایی زیاد دارد.